اگر بخواهی میدان نبرد را از آسمان کنترل کنی، باید ارتشی از زنجنده‌ها، پهپادها و بارگردها داشته باشی. آسمان در زمان زنج فقط مسیر پرواز نیست، یک جبهه کامله. دشمن از بالا میزند، نه از پایین، و از همانجا شلیک میکند. برای همین کشورهایی که میخواهند ابتکار عمل را توی میدان حفظ کنند به بالگردهای تهاجمی وابسته‌اند. ایران از همان سال اول زنج اهمیت این مسئله را درک کرد. بالگردهایی که در خاک ایران بروز شدند، بالگردهایی که طراحی و ساختشان بومی سازی شد و حتی مدل‌هایی که در سکوت کامل خریداری شدند. در این ویدیو می‌خواهیم بریم سراغ 3 تا از بالگردهای تهاجمی و کلیدی ایران، از یک کهنه سرباز جنگ تحمیلی تا نسخه بومی شده و در نهایت یک شکارچی سنگین وزن وارداتی. هر کدامشان با مشخصات فنی متفاوت و قدرت آتش منحصر به فرد و مأموریت‌هایی که مخصوص خودشان هست. دهه هاست که این بالگرد در آسمان ایران حضور دارد. از زمان خریدش از آمریکا در پیش از انقلاب تا حضورش در میدان‌های جنگ جنوب و غرب کشور. بالگرد کبرا اگرچه ریشه‌اش آمریکاییه، اما حالا با ارتقاهای بومی یکی از مهره‌های مهم تهاجمی ایران محسوب می‌شود. این بالگرد 2 موتوره تهاجمی با طول 16 متر و وزنی 6000 کیلوگرم توانایی مانور بالا در ارتفاع پایین و محیط‌های صعب العبور را دارد. موتورهای قوی آن سرعتی حدود 277 کیلومتر در ساعت فراهم می‌کنند و برد عملیاتی 574 کیلومتر باعث می‌شود مأموریت‌های طولانی‌تر انجام دهد. از تسلیحات مرگبار آن می‌توان به توپ سلول 20 میلیمتری، راکت اندازهای 70 میلیمتری و قابلیت شلیک موشک‌های ضد زره اشاره کرد. اما چیزی که بالگرد کبرا را هنوز توی خدمت نگه داشته ارتقاهایی که روش انجام داده شده: سیستم دید در شب، هدفگیری لیزری، تجهیزات حرارتی و حتی سامانه‌های اخلالگر برای مقابله با موشک‌های هدایت شونده. این بالگرد حالا به یکی از گزینه‌های اقتصادی و مؤثر برای عملیات‌های پشتیبانی نزدیک هوایی تبدیل شده. دومین بالگرد تهاجمی ایران طوفان 2 است. طوفان 2 از دل تجربه‌ها و نیازهای عملیاتی ایران در جنگ تحمیلی بیرون آمده. بعد از سالها استفاده از بالگرد کبرا، متخصصان ایرانی تصمیم گرفتند نسخه‌ای بروز شده از آن را بسازند. نتیجه آن طوفان 2 بود، یک بالگرد با پایه آمریکایی اما با مغز و سلاح ایرانی. این بالگرد با وزن برخاستی در حدود 5000 کیلوگرم و سرعت پرواز بالای 250 کیلومتر در ساعت و بردی نزدیک به 500 کیلومتر برای عملیات‌های تاکتیکی در انواع محیط‌ها طراحی شده، از کوهستان گرفته تا دشت‌های باز یا حتی درگیری‌های شهری. از ویژگی‌های فنی و تجهیزات طوفان 2 می‌توان به سامانه‌های مدیریت دیجیتال آتش، سامانه‌های صد منظوره در کابین خلبان، سیستم هدفگیری لیزری و دید حرارتی پیشرفته، تجهیزات جنگ الکترونیک و سامانه‌های هشداردهنده موشک اشاره کرد. اما نکته مهمتر قدرت آتشش است. توپ 20 میلیمتری با برد مؤثر 2 کیلومتر، راکت‌های 70 میلیمتری هدایت شونده و غیر هدایت شونده، موشک‌های ضد زره با هدایت نیمه فعال لیزری. طوفان 2 می‌تواند به صورت همزمان چند هدف زرهی را رهگیری و منهدم کند. دقت بالای آن در شلیک موشک‌ها
آن را تبدیل به ابزار موثری برای مقابله با تهدیدهای هوایی و تانک‌ها، استحکامات دشمن و حتی سنگرهای محرک تبدیل کرده. و رسیدیم به شکارچی سنگین وزن برای نبردهای تمام عیار. میل 28 یا همان شکارچی شب که حالا در نسخه های جدیدش در روز هم به همان قدرت عمل می کند. یکی از پیشرفته ترین بالگردهای تهاجمی دنیاست. ایران در سال 2023 رسما اعلام کرد که این بالگرد را از روسیه خریداری کرده. بالگردی که حالا توی ارتش روسیه هم به عنوان جایگزین کامل میل 24 هم شناخته می شود. این بالگرد با وزن برخاستی معادل 12000 کیلوگرم و موتورهایی که مجموعاً 4400 اسب بخار قدرت تولید می کنند، سرعتی نزدیک به 320 کیلومتر بر ساعت دارد و می تواند با یک سوختگیری حدود 400 کیلومتر پرواز کند. اما آنچه میل 28 را به یک ماشین تهاجم واقعی تبدیل کرده، تسلیحات و سیستم کنترل آتش آن است. توپ 30 میلیمتری با زاویه چرخش گسترده، قابلیت حمل 16 موشک ضد زره، راکت اندازهای 122 میلیمتری، امکان نصب موشک‌های هوا به هوا برای دفاع در برابر تهدیدهای هوایی، سیستم رادار موج میلیمتری، دید حرارتی، دید در شب نسل جدید، سامانه اخلالگر و قابلیت رهگیری چند هدف به صورت همزمان باعث می شود میل 28 برای نبردهای تمام عیار طراحی شده باشد. از انهدام کاروانهای زرهی گرفته تا پشتیبانی در حملات ترکیبی.